انشالله خوب هستین. معالجه الحمدلله. من چند درصد میدارم. هیچ سوال داده نمیتونم. معالجه من الحمدلله نماز میخوندیم، روزا میگرفتیم. وقتی که من شوهر کردم یک دخترچه داشتم. دخترچم معیوب تولد شده. همین که دوا کردیم هیچ فایده ای ندیدیم. بعد همی خداوند بخشد کمتر همی کارهای چیز دست دادیم. همی ما مگی کردیم و به خون خروس کلا کردیم. گفتن الله بخشنده به خاطر فرزند همی کارها رو کنه اجازت است. من کردم بعد خیلی پشیمان شدم. خواهر رابعه، پیش از همه لعنت الله باد به هر کسی که میگوید، لعنت الله و پیامبر و فرشته ها باد به هر کسی که میگوید به خاطر فرزند به کفر دست زدن و جادوگری کردن و خروس بازی و چیز دیگر حلال است. لعنت الله باد هر زن و مردی که به این فتوا میدهد. خیلی پشیمان شدم. باور کنیم من وقتی که مهاجرت کردم آمدم خانه شما رو گوش کردم، از دیگر عالمان رو گوش کردم. من خیلی پشیمان و توبه کردم، اما دینم طاقت ندارد. آیا همه گناهی که من کردم کفاره دارد یا که داشته باشم من به چه آدم دیم چیکار کنم؟ من یک نصیحت خواهر می‌کنم. رابعه، برای جادوگر بازی کردن چیزی که شما گفته ایستادید جادوگری سحر بازی هست. برای جادوگر بازی کردن کفارش فقط توبه نصوح هست. و پروردگار توبه کنید. و اگر گفتید که نه با توبه کردن هم آرام نیستم، این الکی وسوسه شیطان است. این الکی وسوسه شیطان است. چون که الله چی میگوید؟ لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما از رحمت الله ناامید نباشید. الله همه گناه ها رو میبخشد، حتی شرک رو. وقتی شما توبه کردید، وقتی که شما توبه نصوح کردید و باز دلتون وسوسه دارد، این الکی یک دروازه از ناامیدی ها هست که شیطان به بسیاری از آدمای گناهگار با این راه میدروید. توبه نکن الله تو رو نمیبخشد. بیهوده توبه میکنی. با این یکی از وسوسه های شیطان است که از یک بلا از آن هم به بدترش گرفتار شدن است. اصلا ناامید نشوید. کفاره ندارد و توبه دارد. به الله زیاد توبه کنید، نمازهای نافله خوانید تا میتوانید در عملهای ثواب باشید. هر وقتی که شیطان وسوسه تان کرد که تو رو الله نمیبخشد، به یادتان آیت پروردگار آیت که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. به شیطان بگوید که این وعده الله من است که میگوید همه گناه ها را میبخشد و اصلا به این وسوسه گرفتار نشوید. این وسوسه از آن جادوگر بازی هم بدتر است. ناامید شدن به الله، رفته رفته نعوذ بالله به کفر قدم زدن می شود که هر چی خواهم میکنم دیگر الله مرا نمیبخشد میگوید. اما در هر کفاره حال خدا مثل مال چیزی انشاءالله ندارد. الله نگهبانتان باشد و غفر الله لکم و لنا. انشاءالله من جان خیلی